الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، دوستا و همکاران عزیز خود ما و دوستا و عزیزای همکار در عرصه مطبوعات و رسانه و مردم شریف، مؤمن و متدین رنجیده کشور و دولت ما، مناسبت یا همون دلیلی که شما زحمت کشیدین، تشریف آوردین برایتان واضح شد، روشن شد. پیرامون موضوع دو سه نکته را من میخواستم که خدمت شما عرض برسانم. اولی که زیاد کوشش می شود، توجیهگری می شود که جنگ طور وانمود شود که گویا یک جنگ مقدس است و یک جنگ سابقه شرعی دارد. و خاطر او آیتی را خواندم و حدیثی را قرائت کردم که کوتاه پیرامون اون صحبت‌های خود داشتیم. به تعقیب ما فعلا در کدام مرحله قرار داریم؟ توضیحات خشونت و ازدیاد خشونت جناب هاشمی خدمت خواهد گفتم. و موضوع سومی که چی باید کرد، کدام طرف باید حرکت بکنیم، چی باید بکنیم، مسئولیت ما چی است. وقتی که ما میگویم چی دوستایی که در شورای عالی مصالحه، در وزارت دولت امور سال، عام ملت، اعم برادران، خواهران، کسایی که مسئولیت دارند، کسایی که مسئولیت ندارند، چون حسب هدایات پروردگار هر یک به نوبه خود در همچون موارد و در همچون مقاطع مسئولیت های دینی داریم، مسئولیت های ملی داریم و ایجاب میکنن به حکم خدا و به حکم مخلوق خدا و به حکم عقل و منطق سلیمی که خداوند برای ما داده باید بی‌تفاوت نباشیم در قبال همچون حوادث. خداوند میفرماید کسی که شخصی را، تنی را بی موجب، بی مورد میکشد، در حقیقت تمام انسانیت را کشته. و کسی که به خاطر حیات و بقای یک انسان تلاش میکند، کوشش میکند و انسانی را نجات میدهد، در حقیقت تمام انسانهای روی زمین را نجات داده. این نص قرآن کریم است که من ترجمهش خدمت شما خواندم. نه در یک کدام تفسیر دیگه کسی کده میتونه، نه در یک کدام تشریح دیگه کسی کده میتونه. من قتل نفسا بغیر نفس، بی موجب، بی مورد کسی را میکشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که تمام انسانها را کشته باشد. و من احیاها، کسی که تلاش میکند، کوشش میکند به خاطر زنده نگه داشتن یک انسان، این آدم در حقیقت فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا که تمام انسانهای روی زمین را این زنده ساخته. غیر از این هیچ کسی، هیچ مفسری، هیچ عالمی چه در این صرف باشد چه در اون صرف باشد ترجمه دیگری را برای از این پیدا کرده نمیتونه. با زبان عربی است. تشریحات، توضیحات برمیگرده به اشخاص، برمیگرده به مفسرین، اما متن قرآن کریم و ترجمه متن قرآن کریم چیزی است که ثابت است، واضح است، روشن است. من فکر میکنم که کفایت میکنه که ترجمه قرآن کریم را که خدمت شما تلاوت کردم به همین بسنده شویم، چون که گپ واضح و روشن است. در حدیثی که حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند، میفرماید المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. طبیعت برادر با برادر، طبیعت مسلمان با مسلمان طوری باید باشه که لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره، که بالای برادر خود ظلم نکنه، برادر خود را ذلیل نپندارد، ذلیل نسازدش، در صدد ذلیل ساختن و حقیر ساختنش نباشد
و در صدد توهین و تحقیرش نباشد. و باز می‌فرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم التقوا ها هنا، 3 مرتبه به سینه خود اشاره میکنه و میگوید که تقوا در اینجاست، خدا ترسی در اینجاست. یعنی شما به این فیصله کردن نمیتونه که ظاهرا یک انسان رو ببینه و حکم بارش بکنه و او را محکمه صحرایی بکنه، او را ترور بکنه، او را توهین و تحقیر بکنه، او را تذلیل بکنه، چون التقوا ها هنا برمیگرده به اون عبارت قبلی. یعنی بالای کسی ظلم روا بداره، کسی را ذلیل بسازه، کسی را حقیر بشمره، حقیر بسازیدش، قتل و کشتار که بالا و فکر ازی و زعم ازی که این آدم نادرستی نیست، شما این فیصله را کردن نمیتونید. در حدیث دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید یکی از صحابه کرام کسی را کشت، گفت چرا کشتی؟ گفت کافر بود. الا شققت صدره، آیا تو سینه ازی را شکافتی؟ از داخل سینه ازی تو خبر داشتی که این کافر است؟ تیر گرفتی کشتی؟ و در اینجا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه اشاره میکنه، میگه که التقوا، یعنی به اساس ظواهر، به اساس معلومات ظاهری، به اساس دید ظاهری، به اساس گفتارهای ظاهری نباید محاکمه صحرایی شود صورت بگیرد و نباید یک آدم مورد ظلم قرار بگیره، مورد ذلت قرار بگیره، مورد حقارت قرار بگیره. و باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توضیح میده، تشریح میکنه، میگوید که بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، برای یک انسان اینمی بدی کفایت میکنه که یک برادر مسلمان خدا حقیر بشمرد، ذلیل بشمرد، در صدد ذلت از او شود، در صدد تحقیر از او شود، در صدد توهین از او شود. برای یک انسان مسلمان از این که دیگه شر شده نمیتونن، اینمی شر برایش کفایت میکنن. و باز علاوه میکنن که کل المسلم علی المسلم حرام، همه مسلمان بر مسلمان حرام است. باز توضیح میده دمه و ماله و عرضه، ریختاندن خون مسلمان حرام است. و ماله، تلف کردن مال مسلمان حرام است. و عرضه، تجاوز بر عزت و آبرو و حرمت یک مسلمان حرام است. این حرف من نیست که من یه توجیه کنم از پیش خود چیزی بگویم و باز بگویم که ملای حکومتی یا ملای دولتی یا چون یا در شورای عالی مصالحه هستن، خب معاش میگیرن، تنخواه میگیرن، مجبور هستن یک چیزی بگویم. خب غیر از این هر کسی کدام ترجمه دیگه کلمه کاره، خب من تشریح هم نمیکنم، توضیحات بیشتر هم نمیدم، فقط محض ترجمه را خدمت شما میگویم که کل المسلم علی المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه. هر کسی دیگه ترجمه میکنه، هر رقمی ترجمه کنه. پس بنابراین ریختاندن خون مسلمان حرام است، تلف کردن مال مسلمان حرام است، تجاوز به عزت و ناموس و آبرو حیثیت و پرستیژ یک مسلمان حرام است. می‌بینیم در شرایطی که ما شما قرار داریم، با در نظر داشت تحقیقات و معلوماتی را که ریاست محترم نظارت بر کاهش خشونت و آتش‌بس وزارت دولت در امور صلح انجام داده، شاید یک نهاد به سبک خود این تحقیقات انجام داده باشند، نهاد دیگه به سبک خود، اما ما شما در این روزها میشنویم از منابر مختلف، از مراجع مختلف، از طریق نهادهای مختلف، چه رسمی، چه غیر رسمی، چه دولتی، چه غیر دولتی، با تفاوت‌های نه چندان فاحش، با تفاوت‌های بسیار کم، همه به این معترف هستند، همه به این مصر هستند که آمار کشتار بالا رفته، آمار خشونت‌ها بالا رفته، به عوض توافقاتی که قبلا صورت گرفته که آمار پایین بیاد، خشونت‌ها کاهش پیدا بکنن، قتل کاهش پیدا بکنن، در بدری کاهش پیدا بکنن، مهاجرت‌ها کاهش پیدا بکنن، بیوه شدن‌ها، یتیم شدن‌ها و بدبختی‌های ملت کاهش پیدا بکنن. ما که طرفدار کاهش نبودیم، ما خود طرفدار ختم همه یا بودیم، اما با اساس توافقاتی که صورت گرفت که در اون کلمه کاهش به کار برده شد، کاهش پیدا کنه به جای کاهش. اما ما شاهد تقریبا ازدیاد 50% هستیم، هم در قتل،
هم در کشتار، هم در خشونت، هم در آواره شدن و در تمام بخش‌ها و در تمام عرصه‌هایی که باز هم مرتبط میشه به بدبختی این ملت، به زجر دادن به این ملت، به آوارگی این ملت، به درمان، به رنگزردی این ملت. تصاویر میدیای محترم، رسانه‌های محترم هم خود شما هم وقتا فوقتا او را به نشر گذاشتید، در وسایل جمعی هم شما شاهدش هستید. میبینیم که ملت ما رنگ میکشد، زجر میبینه به گناهی که خودش انجام نداده، کشته میشود. در روز قیامت خدا هم پرسان میکنه که بی ای ذنب قتلت، این مقتول به کدام گناه کشته شده. آدمی آدم آواره میشه، گناهش معلوم نیست که چرا آواره میشه، مالش تلف میشه، خانهش سوختانده میشه و خانم بیوه میشه و طفل یتیم میشه و گناهش که معلوم نیست. اگر مسئله دین باشه، یادتان باشه یک قاعده فقهی است، میگه که مقدمه فرض میباشه، مقدمه واجب میباشه، مقدمه حرام میباشه. یعنی تو اگر قرار است که یک کار فرضی را انجام بدی، به طور مثال نماز بخوانی، مقدمه نماز خواندن وضو کردن است، وضو کردن هم فرض است. اگر یک آدم نماز نخوانه، همه روز وضو 24 ساعت وضو کنه، این نه تقدس دارن، نه ثواب دارن، نه اجر دارن، نه کدام محبوبیت نزد پروردگار دارن. چون وضو مقدمه است برای نماز خواندن. وقتی که نماز فرض است، وضوش هم فرض است. به شرط فرض است که تو نماز بخوانی. هرگاه نماز نخوانی، کدام اجری نداره، کدام ثوابی نداره. واجب حاضر قیاس، حرام حاضر قیاس. هر امر حرامی که تو مرتکب میشی، یک انسان مسلمان رو میکشی، با آبروی یک مسلمان تجاوز میکنی، با خون یک مسلمان تجاوز میکنی، مال یک مسلمان رو به هدر میدی، توسط هر عملیه که انجام میدی یا با هر وسیله، با هر ابزاری که این عملیه صورت میگیره، اونم هم حرام. قاعده دینی است، قاعده فقهی است. پس اگر هدف ما رفتن به طرف نظام اسلامی است، رفتن به طرف نظام شرعی است، ایجاب میکنه که ما از امو ابزار کار بگیریم، از امو راههای کار بگیریم، از امو روشهای کار بگیریم که شریعت برای ما گفته، دین برای ما گفته، اسلام برای ما گفته. خداوند بسیار به صراحت میفرماید که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر شما در موردی بنابر هر دلیلی کشمکش کرده، اختلاف کرده، بینتان نزاع پیدا شد، اختلاف ایجاد شد، او را محول کنیم به کتاب خدا و به سنت پیغمبر خدا. ببینید که خدا چی گفته به خاطر حل مشکل ما چی کنیم. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفته که به خاطر حل از این ما چی کنیم. واضح هست، روشن است، حاجت به تفسیر هم نداره، توضیح هم نداره. احادیث خیلی زیاد است، روایات خیلی زیاد است، ما فشار در خدمت شما بگیم. پس در شرایط کنونی که از یک طرف جنگ بیشتر شده، شدت پیدا کرده، از طرف دیگر خشونت به حد اعلایش رسیده، از طرف دیگر درماندگی ملت ما، آوارگی ملت ما، چیزی خود در کشورهای دیگر رساندن، چیزی خود رساندن نمیتونن، در مسیر راه کشته میشوند، چیزی در بحرها غرق میشوند، چیزی در کوهها میبینیم ما شما دیگر. و کسایی که ابوقدر توان هم ندارن، او دینی گرمی و دینی بدبختی در داخل افغانستان هر شب و هر روز با تفلکای معصومش، با زن و خانم و فرزند و اهل و عیالش رنگ میکشه، زجر میکشه و باز تکرار میکنم به خاطر چیزی یا به گناهی که نه خودش مرتکبش شده و نه خودش عاملی از گناه است. مظلومانه ای که توطیه از کجاست، دسیسه از کجاست، دلیلش چی است، او را جز خداوند کسی دیگه نمیدونه. پس جزئیات یا تفصیل بعدا جناب هاشمی صاحب خدمت خواهد گفت. ما بیشتر از این در رابطه با ازدیاد خشونت و ازدیاد کشتار و کشته شدن ها چیزی نمیگیم. مسئله آخری را که خدمت شما میخواستم عرض بکنم، شما در جریان هستید. ماها میشود که در قطر مذاکرات ادامه دارد. از اون لحظه که هیئت ما گفته میشد که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان نیامد، چرا نمیاد، تاخیر کرد، مسبب یا هستند. خب بالاخره حکومت ایجاد شد، در اولین فرصت هیئت رفته به دوحه. از روزی که هیئت به دوحه رفته تا به این لحظه هیئت ما چندین ماه سپری شد، دوحه را ترک نگفته.
شاید تعداد کاهش پیدا کرده باشد، تعداد آمده باشد، تعداد رفته باشد، اما هیئت ما یعنی به شکل مداوم، به شکل مستمر در دوحه بوده. یه نیت ما را نشان میده، اراده ما را نشان میده، تصمیم ما را نشان میده که ما جدی هستیم به خاطر حل مشکلات از طریق دیالوگ و از طریق گفتمان. چون گفتیم قبل از اینکه نیروهای خارجی در کشور بیاید، گفته بودیم زمانی که نیروهای خارجی در کشور بودن، حالا که نیروهای خارجی در بیرون شدن هستند، یک بار دیگه باز تکرار میکنیم که جنگ راه حل نیست. کوبیدن بر جنگ این نه راه اسلامی است، نه راه وطنی است و نه راه انسانی است. بیایید تمام آنچه را که داریم حسب هدایت پروردگار، حسب راهنمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روی میز مذاکره بگذاریم، بدون قید، بدون شرط، بدون کدام مقدمه. هر چیزی که داریم، اگر مسئله رهایی اسیراست، اگر مسئله لیست سیاس، اگر مسئله قانون اساسی افغانستان است و اگر مسئله نقشه راه سیاسی برای مردم افغانستان است، اگر مسئله اعتماد سازی است که تمام صحبت‌هایی که در قطر صورت گرفت روی سه محور میچرخیم: مسئله اعتماد سازی، مسئله قانونی اساسی و مسئله نقشه راه سیاسی. پیرامون همین سه موضوعات کلی و اساسی را که بحث صورت گرفت در قطر، هر آنچه را که دارید بدون قید و شرط، بدون کدام مقدمه، بدون کم و کاستی، ما آماده هستیم که شما روی میز مذاکرات بگذارید، مثل که ما آماده هستیم که روی میز مذاکرات بگذارید، رویش بحث بکنیم. در صورتی که نیت به صلح باشد، در صورتی که اراده رفتن به طرف صلح باشد، در صورتی که ما واقعا خواسته باشیم که به صلح برسیم، در صورتی که انتخاب و گزینه ما صلح باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که انما الاعمال بالنیات. اگر ما نیت رفتن به صلح را نداشته باشیم، می‌خواهیم از عنوان کردن صلح استفاده ابزاری بکنیم، ظاهر سازی بکنیم، یک رقم مظلوم نمایی بگویم یا حق نمایی بکنیم که گویا ما بر حق هستیم و در حقیقت نخواهیم که ما به طرف صلح برویم. باز او هم با خود فریب دادیم، هم مردم فریب دادیم، هم دنیا را فریب دادیم، هم به سرنوشت ملت ما بازی کردیم. هم خدا خفه و هم ملت خفه. او راه حل نیست. اگر صادقانه دوستای ما نیت و اراده رفتن به صلح را داشته باشند، تصمیم داشته باشند و اینکه به تمام این ناملایمات، از باز تاکید میکنم، از بندی ها گرفته تا لیست سیاه، از بی‌اعتمادی ها گرفته تا اعتماد سازی، تا بحث روی قانونی اساسی، تا بحث روی نظام سیاسی آینده، در هر جا در هر مورد بحث داشته باشند، از طرف ما آمادگی عامتان وجود دارد. دیگر برایشون بسیار با وضاحت در 2 روز نشسته که بود، یکی از فوایدش این بود که تمام داشته های ما را ما خدمت از گفتیم و تمام آنچه را که گویا در گذشته نمیگفتن به صراحت، خوب شد که گویا به صراحت گفتن، ما هم پی بردیم. قرار به این شد که روند تسریع پیدا بکنه، قرار به این شد که نشست‌ها در سطح بالایی باز هم دوام پیدا کنه، استمرار پیدا کنه. ما منتظر هستیم هرگاه دوستا اعلام بکنن که ما آماده هستیم برای بحث مزید، برای پیشرفت در این موضوعاتی که طرح شدن. او اجندای جزئی که بود تقریبا 24 مورد او طرح کردن، 24 مورد ما طرح کردیم، روی این 48 مورد اگر قرار باشه بحث صورت بگیره، او خود سالها را در بر میگیره. باز در او رابطه هم ما کدام کوتاهی نخواهد کردیم، اما هدفی است که روی 3 محوری که بحث شده اگر دوستا آماده باشن اعلام بکنن، انشالله ما آمادگی عامتان خود داریم در این راستا بریم روی مسائل سیاسی هم رویشان بحث بکنیم. اگر قرار به این باشه که یک تعداد عنوان میکنن که مسئله دینی است، مسئله شرعی است، از دیدگاه شریعت باید پیش بریم، با نظر ما است. ما فضل خدا مسلمان هستیم، مربوط بهش افغانستان هم یکی از کشورهایی است که عضو رابطه عالم اسلامی است، عضو جهان اسلام است، عضو اوایسی است و همچنان علمایی که در افغانستان هستند عضویت دارن یا مربوط هستند به یکی از اتحادیه‌های علمای جهان اسلام. ما داریم اتحاد علمای مسلمین، ما داریم
ما سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را داریم، ما سازمان رابطه عالمی اسلامی را داریم، ما زیاد نهادها و نهادهای علمی تحقیقاتی و غیره را داریم. خب بهترین راهش نیست که بیاین دوستا آماده شود تحت نظارت یا تحت نظر ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی یا هر کشور یک نهاد علمی دیگه که باشد، علمای که در این طرف هستند، یعنی مربوط میشن به جمهوری اسلامی افغانستان، علمایی که وا دارن، همه با هم بشینیم امیر یک ارزیابی کنیم، یک تحلیل بکنیم که کجای کار ما وفق امو اساسات دین مبین اسلام است. چرا بیشتر از این مردم فریب بدیم یا بیشتر از این مردم اغوا بکنیم به نامای این و آن مردم در یک حرج قرار بدیم؟ خب بیایید اساسات دین مبین اسلام واضح هست، اصول واضح هست، قرآن داریم، فضل مرحمت پروردگار، احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را داریم، تمام مسائل اختلافی خود را که در بین ما شما گویا ظاهرا اختلافی وانمود بشود طرح میکنیم، مطمئنا به یک نتیجه میرسیم. هرگاه به نتیجه رسیدیم میشه که باز همون نتیجه را شریک بسازیم با مردم افغانستان، همون نتیجه را شریک بسازیم با جهان اسلام، روی همون توافقاتی که صورت میگیره مطابق همون توافق پیش برویم تا بیشتر از این دونمو مصداق آیه کریمه قرار نگیریم که من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. بجای من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا بیایید در این راستا کار بکنیم که و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بیایید در صدد زنده نگه داشتن یک شخص شویم، بجای ریختاندن خون یک انسان بیایید در صدد بقای خون یک انسان یا حرمت گذاشتن در خون یک انسان شویم، بجای تلف کردن مال یک انسان در صدد رفاه و در صدد آسایش و در صدد حفاظت و صیانت از مال یک مسلمان قرار بگیریم و بجای تلف کردن یا بجای نقصان رساندن یا بجای از بین بردن عزت، آبرو و حیثیت یک مسلمان در صدد حفظ حیثیت، در صدد حفظ آبرو و در صدد حفظ وقار یک انسان مسلمان شویم تا هم نزد پروردگار معجور باشیم، هم نزد مردم خود مقبول باشیم و برویم به همون مسیر برویم که هم خیر دنیای ما باشد و هم خیر آخرت ما باشد. باز هم تشکر میکنم از زحمتی را که دوستای ما در ریاست نظارت بر کاهش خشونت و آتش بس کشیدن و یک معلوماتی را جمع کردن و در مجموع از تمام دوستای ما در وزارت دولت در امور رسول که در این راستا همکاری کردن تشکری میکنیم و از شما دوستان تشکری میکنیم که قدم رنجه کردین، آمدین. هدف از همین کل برنامه را که ما روی میز گرفتیم همین که آمار قتل، کشتار، خشونت بالا رفته، بیایید به پایان بدیم. تجربه نشان داده که با کشتار و با ازدیاد خشونت ما به جای نمیرسیم. بیاین به قتل و کشتار هم خاتمه بدیم و خشونت را کاهش چی؟ که خشونت را کوشش بکنیم که از بین ببریم. بیشتر از این خود سرگردان نسازیم، ملت خود سرگردان نسازیم، خود بدبخت نسازیم و ملت خود هم بدبخت نسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور فضیلت الله محترم جناب سید عبدالرحمن صدیق، معاون شورای عالی صالحین، جناب خشنود نفیزاده صاحب رئیس دفتر مقام وزارت دولت در بلوچستان، جناب صدیقی صاحب رئیس عمومی پلان پالیسی‌ها و سرپرست معینه پالیسی و استراتژی، رؤسای محترم، همکاران عزیز، اعضای محترم کمیته هماهنگی وزارت بر کاهش خشونت، خبرنگاران عزیز، صبح همگیتان بخیر. خوش آمدید به نشست خبری امروز. ریاست وزارت بر کاهش خشونت و آتش‌بس وزارت دولت در امور سال امروز یافته‌هایی از میزان خشونت‌ها را در 4 ماه اخیر که از 4 مرجع جمع‌آوری کرده با رسانه‌های محترم و مردم افغانستان شریک بسازد. در یافته‌هایی که امروز شریک ساخته میشه، ما به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر نهادهای امنیتی و دفاعی و همچنان منابع در سرتاسر افغانستان که توسط ریاست نظارت بر کاهش خشونت از او طریقی یافته‌ها به دست آمده و همچنان رصد رسانه‌های ملی، بین‌المللی و محلی روزمره است
سطح میزان خشونت‌ها در کشور است که متاسفانه یافته‌های ما نشان میده که خشونت از ماه حمل تا سرطان به گونه چشمگیری نسبت به هر زمان دیگری افزایش داشته است که بیشتر این خشونت‌ها از سوی گروه طالبان صورت گرفته است. حکومت افغانستان بارها فراخوان صلح داده، اما گروه طالبان با ردی فراخوان همواره با خشونت متوسل گردیده است. لازم به ذکر می‌دانم که در درگیری‌های پسین افزایش و میزان خشونت سبب آوارگی ده‌ها هزار شهروند کشور در ولایات مختلف گردیده است. طالبان با بیش از 22,000 حمله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از حمل تا اخیر ماه سرطان راه اندازی کردند که این خود بیانگر عدم جدیت و اراده این گروه در روند صلح را نشان می‌دهد، آنچه را که در 4 ماه پسین یافته‌ایم ذیلاً بیان می‌گردد. یافته‌های ما نشان می‌دهد با بیرون شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان، طالبان به جای تطبیق موافقتنامه صلح بین آمریکا و ایالات متحده در روند کاهش دادن خشونت در کشور، برعکس جنگ در افغانستان تشدید بخشیدند و به زعم خودشان می‌خواستند در یک مدت حداقل اراضی بیشتر و جغرافیای بیشتر و شهرهای بیشتر را تصرف بکنند، اما با تحمیل کردن این جنگ یک بخشی از ولسوالی ها را گرفتند، ولی آن چیزی را که طالبان می‌خواستند به او دست بیابند با اراده قاطع مردم در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان جلو پیشروی طالبان کند شد و امروز طالبان با دادن تلفات سرسام‌آوری در گوشه‌های از افغانستان امو اساس و پیکر جنگیشان از دست داده. متاسفانه در مدتی که طالبان در جغرافیایی که تسلط پیدا کردن، نه تنها که اینا ظلم بالای مردم تحمیل کردند، متحمل خسارات اقتصادی بیشتر جامعه ما را ساختند، با نقض آزادی‌های فردی اجتماعی شهروندان که در مناطق تازه اشغال شده توسط طالبان که زمینی جلوگیری از رفتن دختر خانم‌ها و مکاتب و یا ده‌ها مورد کوچ‌های اجباری که نمونه‌اش از ولایت کندوز که یک جمع بیرون شدن و حوادث رقتباری که در مالستان و اسپین بولدک قندهار رخ داد. آزادی بیان و برای زنان فضا مکدر گردید. روحیه طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از سیاست‌های کجدار و مریض کشورهای منطقه سرچشمه می‌گرفت، سبب شد تا بانوان خانه‌نشین گرد شوند و تمامی حقوق اساسی مردم پامال گردد. افزون بر این گروه حتی بر نهادهای خیریه رحم نکردند و کارمندان اداره‌های چون هلوترست، کارمندان واکسیناسیون و سایر خدمات عامل منفعه را به چالش کشیدند و حتی دست به نابودی این دستاوردها زدند. با آتش کشیدن مکتب‌ها، انفجار دادن تأسیسات عامل منفعه، انتقال تجهیزات نظامی و بیرون از مرز، سربازگیری از مردم برای تقویت صفوفشان، سربازگیری از کودکان، از واقعیت‌های تلخ نبرد 4 ماهه بوده که نسبت به هر زمان دیگری در 2 دهه پسین و گونه سرسام‌آور افزایش یافته است. در مجموع در 4 ماه پسین به اثر 93 حمله انتحاری، 650 حمله راکتی، 1675 رویداد انفجار ماین، 844 رویداد ترور و کشتار هدفمند، 623 رویداد درگیری‌های
زمینی در مناطق تحت حاکمیت دولت و طالبان و شهروندان ملکی کشور شهید و زخمی شدند. این یافته‌هایی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما شریک نموده است. یک، در ماه حمل طالبان 25 حمله انتحاری، 402 رویداد انفجار ماین، 3385 انداخت بر نیروهای امنیتی، 445 حمله و 650 کمین و درگیری را اجرا کردند. دو، در ماه سال این گروه 16 حمله انتحاری، 455 رویداد انفجار ماین، 3289 انداخت بر نیروهای امنیتی، 464 حمله و 765 درگیری. در ماه جوزا مخالفین مسلح 31 حمله انتحاری، 723 رویداد انفجار ماین، 5748 انداخت بر نیروهای امنیتی و ملکی و افراد ملکی، 1170 حمله و 1242 درگیری. در ماه سرطان طالبان با 21 حمله انتحاری، 401 انفجار ماین، 4428 انداخت بر نیروهای امنیتی و دفاعی، 855 حمله و 911 کمین و درگیری را انجام دادند. مجموعاً در 4 ماه پسین 5587 تن کشته و زخمی شدند که شمار جانباختگان 2566 و زخمی ها 3021 نفر گزارش شده است. در میان 2566 جانباخته 1446 مرد، 650 زن و 925 کودک جانهای خود را از دست دادند و در میان 3021 زخمی 1850 مرد، 290 زن و 888 کودک در رویدادهای مختلف زخمی شدند. نوعیت تلفات برخواسته از رویدادها را به 5 دسته تقسیم میکنیم که مشمول تلفات ناشی از درگیری‌های زمینی، تلفات ناشی از ترور، کشتار و قتل‌های هدفمند، تلفات ناشی از انفجار ماین، تلفات ناشی از حمله‌های راکتی و تلفات برخواسته از حمله‌های انتحاری گردآوری گردیده است. در مجموع این آمارها نشان می‌دهد که طالبان به طور میانگین در هر ماه حمله‌هایشان را به گونه 35% افزایش دادند. در پاسخ بالمثل طالبان پس از راه‌اندازی حمله‌های متفاوت بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تلفات این آمارها به گونه زیرین است که از نهادهای امنیتی و دفاعی گردآوری شده است. یک، در مجموع در 4 ماه نخست سال 1400 طالبان گواه تلفات چشمگیر بودند که دست کم 24609 طالب در درگیری ها با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته و یا زخمی شدند. دو، در ماه حمل طالبان با 2331 کشته، 798 زخمی و 305 اسیر داشتند. 3، در ماه سال این گروه 2934 کشته، 2337 زخمی و 308 اسیر داشتند. در ماه جوزا 5500 کشته، 5143 زخمی و 454 تن از گروه طالبان اسیر شدند. این آمارها نشان می‌دهد که ماه جوزا برای این گروه مرگبارترین زمان در 4 ماه نخست سال بوده است و طالبان در بیشترین جبهات تلفات دادند. در کنار درگیری‌ها میان دو طرف بر علاوه افزایش آمار تلفات افراد ملکی، تعداد قابل توجه مردم بیجا شدند. تخریب محلات آموزشی خصوصا در مناطق تحت سیطره طالبان باعث مسدود شدن 621 مکتب و محروم شدن 42% دانشجویان از تعلیم و تحصیل گردیده است. بسیار تشکر از همراهی همه همکارای عزیز، جناب
فضیلت با محترم مویس و رهبری محترم وزارت دولت در امور سال و جورنالیست‌های نهایت عزیز. این بود یافته‌های ریاست نظارت بر کاهش خشونت وزارت دولت در امور سال که به همکاری نهادهای مختلف این گزارش 4 ماهه را شریک ساختند و از اینکه همیشه در اطلاع رسانی نقش اساسی و محوری را در بلند بردن اذهان مردم ایفا میکنیم. قلباً اظهار سپاس و امتنان و تشکر میکنم و سلامت باشید.